روزی 1 دکبر زیاده از 80 شهروندان دارای امکانات‌های محدود در کاخ رودکی خوجند نه تنها برای خوشگذرانی بلکه همچنین نمایش هنر و توانایی‌های خود آمدند. این آرایش آینه و پرده‌های خانه را نیسا محمدقلوه که با عصابغل راه می‌رود از ناحیه باباجان غفورов آورده است. که خواننده شده همونا من اخلاق کارکو کدا میشینم ابی کنشتن این خواهم خوشم های اوزم خواسم های که انسان اینا میکنم من بافندگی میکنم که انسان چه فانتزیا کردم من یاستخچه بالش خود میدوزم خودم فانتزیا میکنم خودم اگر معقول شود به خیالم هم معقول میشه. این کارهای دستی نابینایان از شهر اسفره بینندگان را حیران کرد. بافندگی آنها را نه هر نفر بینا کرده میتواند. من یکم از اسقروا مهیاخان من بامی از همین یک پرده هایی که میدوزن همین پرده های باید آن چیزهایی که زاید که همین یک رشته تنابک های میماند که باید همچون گویم نودرکاری چیز انا همین خیلی چیزها رو با همین هنری دستی چه که دیدستون انا میخواد بافته انا میخواد تمام میکنه. من این نموده هر خیل یعنی اندازه کردیم. این اندازه ها روی برای آرایشی روی میز من اینها برای کرسی شیشته وای میکنه که با من اینکه اندازه ها وای میکنه که برای تازه کردن پای افزار. وقتی که همین حجره کاریبه میذاریم همین حجره کاریبه همین بیرون دربه همین های اکتی ما میانزیم. وقتی که پای های ما توفله های ما به همین تازه کرده بعد داخلی حجره میشین این بین نرس. مرحمت سفر شاه قاسمov از ناحیه مسجد نیز با وجود معیوبیش قریب 20 سال باز زرگری میکند و این کار روح بلندش مینماید. من همچون معیوبم باشم روح افتاده نیستم. سن و نوع مایم حرکت میکنیم برای دولت یک مژده باشد دستگیرام رسد نگویند که همین معیوب بیچاره گفته زیغ شده گردن ما دستم میبود راد این که ما بکنیم. سازمان دهندگان نمایش میگویند چنین هدف نشان دادن آن است که آدمان امکاناتشان محدود هم اعضای کامل حقوق جامعه هستند. مقصد چرابینی در آن است که آن هنرهایی که امروز شخصان امکاناتشان محدود دارند و در جای زیست و در ما میخواستیم نشان دادن که شخصان امکاناتشان محدود امروز توانایی تلاشی زندگی دارند و هنری که آنها دارند خواستیم با این چرابینی نشان دهیم که هستند شخصانی که مثلا زرگر مثلا کورپادوز مثلا یورمادوز مرحمت مناسبت پیدا کنند برای پیشرفت خود همون تجارتی که آنها میکنند. ما میخواستیم آینده بسیارتر یاری دهیم مثل برای رکلام کردن کاری هنری آنها رو تا که شخصانی میخریدگی زیادتر شوند و آنها هم باز روح بلند میشود که چیزهای آنها رو یک کس میخرد و آنها باز شوقشان پیدا شده باز زیادتر استحصال میکنن چیزی که میکنن. سازمان‌های شهروندی امیدوارند که در آینده با دستگیری مقامات فروشگاه دسترنج این آدمان بنیاد یابد. حالا در ولایت سوخت زیاده از 94,000 معیوب به قید گرفته شده است. گمان نمی رود حال همه آنها همین گونه خوب و خوشحال کننده باشد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.